دوستان نهایت گرامی و عزیز، بعد از وقتک های نسبتاً دور هم نیده، بقدر دور نخواد شوه، آمدیم به طرف کوته سنگی شهر کابل. بزرگترین دوست دارن دوستان عزیز، حتی به عنوان غذای اصلیشان در افطار گلپیر انتخاب میکنن، اما او افراد باز بسیار اندک و محدود هستن، همگی انتخاب ندارن و انتخاب نمیکنن، چون تقریبا 90% مردم یا شاید 80 یا کمتر زیادتر گلپیر دوست ندارن، خصوصا افراد جوان و همین جوانا و یک خوراک کابلی 30 افغانی و یک خوراک کبلی کباب 10 افغانی. این دیگه دوستان عزیز نمیفهم چیز چه رقم غذا هست دیگه. امیدوار هستم مردم. سلام دوستان نهایت عزیز، انشالله که خوب صحتمند باشین و زندگیتون به خوبی، خوشی و آرامی سپری شد. دوستان نهایت گرامی و عزیز، بعد از وقتک های نسبتاً دور هم نیده، بقدر دور نخواد شوه، آمدیم به طرف کوته سنگی شهر کابل. بزرگترین بازار البته از نظر من دوستان عزیز، شهر هم میگیم اما بعد از شهر بزرگترین بازار همین کوته سنگی هست در کابل. دوستان عزیز، ما فعلا دیگه در پهلوی هتل کاخ سلطنتی سینا هستیم و ما سلو میریم به پیش، از زیر پل عبور کرده و به طرف دیگه سرک بریم به پیش ببینیم که چی هست و چی نه. دوستا این طرف هم صرفا هستن، تبادله اسعار انجام میتن و یگانه چیزی که برای ما بسیار جالب است دوستان عزیز، همین پول دلار که قاچ شود بسیار یک خراش کوچک، بسیار کوچک روی از او گفتن و صرافا قادر به تشخیص از او باشند، یعنی محفوظ باشد. 100 افغانی از قیمتش کم میکنن، یعنی 100 افغانی کمتر از در قیمتش میگه. این بسیار برای ما جالب است. حالا چی میگن دیگه، یک اصطلاح وطنی داریم دوستان عزیز، میگه خدا یارم پیسه افغانی که بیخی تکه هم باشه 4 دانه اشکاسی بزنشه و بتش. میوجات هم میبینین دوستان عزیز، میوه های تازه مالته هست دوستان عزیز، مالته های ننگرهار خود ما و متاسفانه کپسول اینو در بازار موجود نیست. زنجبیل ببینید دوستان، زنجبیل هم زنجبیل تازه است، میبینید هنوز زرد نگشته، یعنی همون خشک نشده، زنجبیل بیخی تازه. دوستان عزیز، همین وقتایی که نزدیک رمضان یا عید یا یک مناسبت دیگه میشه بازارهای افغانستان کاملا تغییر میکنه، یعنی اون تغییرش کاملا حس میشه. نحوه خرید مردم، نحوه مال آوردن مردم که فروشنده دیگه البته یا کلش تفاوت میکنه. کلا آدم میفهمه که یک حرف هست و گپ هست دیگه. حالا دوستان عزیز تقریبا چند روز بسیار محدود بر رمضان الکریم مانده دیگه. ماه مبارک رمضان است و بخیر انشالله، ماه روزه و عبادت دیگه. موترم بسیار به جای آمده، ما آمدیم پشت سر کروشی بریم باجاش ما بریم جایی نمیشی دیجا
اما ما میتونیم رفته. خب گلپیره بینیم دوستان، از گلپیره در افطار دیگه گلپیره نمیمونه که میمونه دسترخوانچه. البته بسیاری دوست دارن دوستان عزیز، حتی به عنوان غذای اصلیشان در افطار گلپیر انتخاب میکنن، اما او افراد بود بسیار اندک و محدود هستن، همگی انتخاب ندارن و انتخاب نمیکنن، چون تقریبا 90% مردم یا شاید 80 یا کمتر زیادتر گلپیر دوست ندارن، خصوصا افراد جوان و همین جوان ها و نسل جوان ما دیگه. بازار پر از میوه و ترکاری کوته سنگی کابل. ایراد دوستان عزیز طرف کمپانی شهر کابل میره و این هم پل کوته سنگی هست که در تصویر مشاهده میکنین. ما آمدیم بازار دوستان عزیز دور میکنیم طرف سرک دیگه. دوستان عزیز از زیر پل دیگه ما باید این طرف سر بگذاریم و تیر شویم. یک خوراک کابلی 30 افغانی و یک خوراک کبلی کباب 10 افغانی. این دیگه دوستان عزیز نمیفهم چیز چه رقم غذا هست دیگه. امیدوار است که مردم میخورن اما مریض نشن، چون وقتی که قیمتش 10 افغانی هست حتما مواد استفاده شده در او هم کیفیت پایین‌تر و همونطور کمتر داره. موقع خوراکتان دوستان عزیز متوجه این چیزا باشین. دوستان نهایت گرامی و عزیز ما هم آمدیم این طرف کوته سنگی دیگه. مارکت ابوسین زدران دوستان عزیز چند روز پیش دوباره آتش گرفته بود. متاسفانه هر سال دوستان عزیز یک آتش نگیره ابوسین زدران هیچ دلش خنک نمیشه، هر ساله یک بار آتش میگیره هر ساله. امیدوار هستم که به مردم ما خسارت کمتر و ناچیز رسیده باشه یا که نرسیده باشه، خصوصا خسارت جانی که در این زمان بسیار سخت است دوستان عزیز، مالیش سخت است، خب جانی بازیه در جایش. و این طرف هم مبارک سنتر است، این طرف هم دیگه چیزا. خب دوستان نهایت گرامی و عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تانه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روز روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.
پول با من میری